نحمد و نصلی علی رسول الکریم. دوستان عزیز گرامی، خسته نباشین. خبر دارین که پیج تقدیر یک متاسفانه با تهمت‌های بیجا و با قطع برید از فیلم‌های بنده، آن مطالبی را که بنده به نسبت امور دینی گفتم متاسفانه در جامعه حقیقت‌ها را دارن وارونه نشان میدن و مورد بسیار زننده و بد این که از فیلم های غیر دینی و غیر اسلامی به نسبت به تمسخر گرفتن بنده از این چنین فیلم های کار میگیرن. حالا چیزی از بنده کم نمیشه، ولی در حقیقت اینها با این کارشون اخلاق خودشون و منش و مرام خودشون را به نسبت دیانتی که دارن به نمایش میگذارن. چرا؟ چون که الله متعال در سوره حجرات فرمودن یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. الله متعال حکم فرمودن یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا یسخر قوم من قوم، هیچ قوم دیگر را مسخره نکنه. لذا این که انسان بیاد به نام مسلمان و بالاتر از این به عنوان مبلغ دین و بالاتر از این طبق دیدگاه مدیران سنگین مغز پیج تقدیر حق به عنوان وهابیت شناسی در مطالب خودشون اینطور دیگران را به مسخره گرفتن، این چیزی هستش که 100% برخلاف اخلاق قرآنی هست که الله تعالی فرمودن لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. الله تعالی فرمودن اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، شما آیا دیگران را به نیکی دستور میدین، به دیانت دستور میدین، به مطابق قرآن و سنت بودن دیگران را تشویق و ترغیب میکنین و حالا که و تنسون انفسکم خودتون را فراموش کردین؟ لذا از شما مدیران سنگین مغز پیج تقدیر این میزیبد که از چنین مواردی شما کاملا خودتون را دور نگه دارین. این در شأن یک مسلمان و بالاتر از این در شأن یک مبلغ دین هرگز چنین موردی نمیزیبه و اصلا بسیار چیز بدی هست که انسان با چنین مواردی با مسلمان های دیگر برخورد بکنه. اما مطلبی هست این که واقعا پیج تقدیر یک با گذاشتن چنین مطالبی دنبال چی هست؟ این را میرسانه که این عزیزان ما هیچ گونه دلیل شرعی قانع کننده در مقابل گفته های بنده ندارن، وگرنه اصلا معنایی نداره. شما اگر واقعا از قرآن و سنت دلیل دارین، خب شما که میخواستین که مردم قضاوت بکنن، خب بیارین مطالبهای خودتون را از قرآن و حدیث بر فهم سلف صالح، مذهب حنفی، از کتابهای فقهی معتبر حنفی مطالب را برای مردم شما نشان بدین. قضاوت با کی؟ قضاوت با مردم خواهد بود. ولی متاسفانه این عزیزان ما چنین رویه‌ای را در پیش نگرفتن. چرا؟ چون که هیچ گونه دلیلی از مذهب حنفی برای گفته‌های خودشون ندارن، لذا از این رویه باطل میخوان که سوء استفاده بکنن. بلکه در قرآن سوره کهف آیه 56 را شما بریم بخواین، این از اخلاق کفار هست. و یجادل الذین کفروا بالباطل، این از اخلاق کافران هست که با باطل در مقابل دین دیانت میخواستن بیستن. و یجادل الذین کفروا بالباطل، با امور باطل میخوان در مقابل دین قد علم بکنن، اهل دین را از اون منهج خودشون بلغزانن. این از اخلاق کفار هست. لیدحدوا به الحق، تا که حق را از اون مسیر حقی که داره به کنار بزنن و اون را از مسیر خودش خارج بکنن. الله متعال در سوره کهف آیه 56 این را از اخلاق کفار قرار داده. لذا این عزیزان پیج تقدیری که آمده تک فیلم های بنده را در یک قسمت و از مطالب غیر دینی و غیر اسلامی مطالب مسخره آمیز را در کنار فیلم های بنده کنار گذاشتن، این یعنی با باطل در مقابل دین وایسادن و این برخلاف قرآن است و برخلاف اخلاق قرآنی است که ما چنین مطالبی را در تبلیغات دینی خودمون مورد استفاده قرار بدیم. اما برسم به اصل موضوع. واقعا این عزیزان ما چرا چنین میکنن؟ ما اسمشو گذاشتیم امان الله هراسی. امان الله هراسی در منطقه خیلی زیاده. ما بارها از همین عزیزان بارها تقاضا کردیم که شما از این کاراتون دست بردارین، واقعا بیاین بنشینین در فضای آرام، در مکانی آرام، با دوربین دو طرفه بنشینیم با هم صحبت بکنیم، حقیقت ها آشکار بشه، بذار مردم قضاوت بکنن. همچنان که قبل از این هم در 3 مورد بنده مناظره کردم و الحمدلله برای مردم خیلی از مطالب آشکار شد. خیلی ها توبه کردن الحمدلله.
همین منکر شفاعتی که در کلاله بودن، منکر شفاعت، خیلی از انسان ها دنبال یک شخصی به نام آخوند نوروزی افتاده بودن و الله متعال به ما توفیق داد، رفتیم با این شخص در جلوی دوربین مناظره کردیم و 98% اشخاصی که دنبال چنین شخصی شده بودن توبه کردن. و شما اهل کمشتپه میدانین که همون سالی که ما با برادران سیفی مناظره کردیم، خیلی از عزیزان اهل کمشتپه ما دنبال همین اشخاص بودن که برخلاف سنت بودن، ولی بعد از مناظره برای حقیقت آشکار شد و خیلی از اهالی کمشتپه نسبت به این طریقه توبه کردن یا نکردن؟ توبه کردن الحمدلله. نه حالا همینطور خواهد شد. همین الان هم شما مدیران پیج تقدیری بیاین با اساتیدتون، با هر کسی که اون اعتماد دارین، با هر کسی که اون صاحب علم میدانین، حالا شما جوانین، نوجوانین، هنوز از اخلاقهای قرآنی به نسبت برخورد با دیگری بیخبرین و ناآگاهین و آبروی پیج خودتون با این مطالب بردین، شما اساتید خودتون، همون اساتیدی که در درجه یک شما قرار داشته باشن، تشریف بیارن بنشینن با ما حاضرین برای نشست علمی، هیچ واهمه‌ای هم از این نداریم. اما چرا چنین میکنن؟ این امان الله حراسیه به خاطر چی است؟ این به خاطر یک چیزه، از آشکار شدن واقعیت ها میترسن مبادا مردم بفهمن. از این میترسن که مبادا مردم بفهمن. مردم چی را بفهمن؟ مردم همین را بفهمن که بله این حضرات دارن به خورد مردم حرام دارن میدن، دارن به خورد مردم مکروه تحریمی را دارن میدن. خیلی از چیزهای خلاف شرعی که این عزیزان دارن میکنن نسبت به عقیده و اعمال، این برای مردم میخواد آشکار بشه. حالا هر روز پیج های مسخره آمیز و این مطالب ها را میگذارن صرفا به خاطر اینه که میترسن مبادا حقیقت ها برای مردم آشکار بشه. چون جلوتر الان شما اگر دقت کرده باشین چند روز سر من شلوغ شده با این مطالب پیج تقدیری. حالی که بنده داشتم بحثی را جلو میبردم، فاصله افتاد، بحث همین دست بلند کردن سر سفره بود و میخواستم به نسبت مسائلی که مدیران سنگین مغز پیج تقدیری از مجموعه رسال الله ملکنی رحمت الله دلیل آورده بودن، میخواستم اونا رو وضاحت بکنم که اینا واقعا خیانت کرده بودن. این مجموعه رسال الله ملکنی رحمت الله علیه از همین کتاب عکس میگیرن، همینطور در یک خط پایین صراحتا نوشته الله ملکنی رحمت الله علیه آورده که ان الاستمداد بالاموات بدعه، ندا کردن انبات که من یا فلانی بدرس و فلان صراحتا نمیشه بدعته. از بالا عکس گرفته اما خط پایین رو عکس نگرفته. حالا که در این همه شلوغ بازی در میارن، این صرفا به خاطر اینه که دست من به این چیزها نرسه، همینطور شلوغ بکنن، این مطلب این وسط دیگه همینطور مسکوت بمانم. انشالله به حول و مشیت الهی مسکوت نخواهد ماند، حقیقت ها آشکار خواهد شد، خیانت های مدیران سنگین مغز پیج تقدیری یکی یکی انشالله رو خواهد شد. قضاوتم با شما عزیزان دوستان گرامی، بنده شما بنده خوب میشناسین، بنده به نسبت بیان مسائل دینی هرگز تا جایی که در توان من بوده 99% بنده به کسی اهانت نمی کنم، بی ادبی نمی کنم. خودشون شروع کردن، خودشون به میدان آمدن و خودشون از این کارا میکنن. کار اینا شده بی ادبی و بی اصولی و از این بد اخلاقی ها، و کار ما شده با ادب و احترام به این عزیزان پیج تقدیری یک جواب دادن. بعد قضاوتم با شما عزیزان، الله تعالی به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.